مقامات تفتیشاتی تاجیکستان میگویند با اینکه از مطلب انتقادی در حق امان‌الله حکومت الله رئیس پیشین شرکت راه آهن تاجیکستان از مطبوعات آگاهی یافتند، ولی هیچ اقدام در این زمینه گرفته نشده است. در یک گزارش تحقیقاتی سازمان OCCRP یا برنامه تحقیق فساد و جنایت‌های سازمان یافته که روز 4 ژانویه نشر شد، گفته می شود که خانواده امان‌الله حکومت الله در جمهوری چک و شهر مسکو در حجم 10.6 میلیون دلار خانه و ساختمان معماری خریده است. با گذشت 4 روز از نشر گزارش برنامه تحقیق فساد و جنایت‌های سازمان یافته درباره دارایی‌های امان‌الله حکومت الله در خارج تاجیکستان، هیچ یک ساختار دولتی و انتظامی کشور به این مطلب واکنش نکرده است. مسئولین اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان نیز هنوز در این زمینه واکنش نکردند. روز 5 ژانویه یک مسئول این آژانسی تنها گفت که از تحقیقات ژورنالیستی انجام شده آگاهند. مسئولین اداره راه آهن تاجیکستان که به ادعای OCCRP امان‌الله حکومت الله در زمانی رهبری در این اداره اموالش را خریده است، میگویند در این باره پاسخ ندارند. یک مسئول این نهاد روز 8 ژانویه با شرط افشا نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت اموال امان‌الله حکومت الله در اختیار خودش است و به آنها دخل ندارد. روز 4 ژانویه سازمان OCCRP در مطلب در وبسایت خود نوشت که رئیس سابق شرکت راه آهن تاجیکستان امان‌الله حکومت الله و اعضای عائله او در جمهوری چک و شهر مسکو روسیه 6 خانه و ساختمان دارند. در تحقیقات مفصل این سازمان گفته می شود که گویا این خانواده برای خریدن منزل و ساختمان‌های با حشمت شروع از سال 2012 بیش از 10.6 میلیون دلار صرف کرده است. مؤلفان میگویند که اکثر مالکیت در چک با نام امینه موسی و همسر امان‌الله حکومت الله ثبت شده است. خود اعضای خانواده حکومت الله درستی این معلومات را بر ژورنالیستان OCCRP رد کردند. خود امان‌الله حکومت الله که دست نورس است در یک مصاحبهش بر رادیوی آزادی سال 2016 وجود مالکیت در کارلوی وری را رد کرده بود. در مطلب محققان سازمان OCCRP از جمله گفته می شود که زمان شروع خریداری منزل‌های گرانبها در چک معاش ماهانه رئیس شرکت راه آهن نه بیشتر از 5000 سومانی یا $625 آمریکایی بود.